السلام علیکم به کل مردم مسلمان که امروز با یاردم بابا جان 88 مرا دستگیری کردند. به مبلغ 27,000 تومان به دست من رسید. من منتدار هستم. بگذار دست کم نبینند پروردگار. چی آرزو هوسی دارند پروردگار به آرزو هوسشان برسند. بچه‌هایی که غریب هستند در شهر مسافرت هستند، خداوند مهربان با او را نگهبان باشد. آمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، این مادری که پیش از این نوار دیدین، این مادری است که یعنی هر دو پای اون کوتاه کرد، یعنی کلتش دیگه است، یعنی بریدگیشان از سبب بیماری. عظمتاً خواهش در حقشان دعا کنید که خداوند اون مادری که بیمار است الله اون رو شفای کامل و عاجل عطا فرماید. این مادر است که زیر پاش جنت است ان شاء الله. دعای اون ان شاء الله که اجابت است. دعای مظلوم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثلاث دعوات لا شک فیهن، یعنی سه دعایی که در اون یگان شک و شبهه نیست. یک از اون دعای مظلوم است، یعنی انسانی است که یعنی معیوب و بیچاره و یعنی محتاج است. دعای اون انشاءالله که اجابت است. از مخاطر یعنی الحمدلله که کم کسانی که کمک خود را سمع خود را گذاشتن، انشاءالله که از ملک مال شما یگان چیزی کمی نمیشه. برای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث است که والذی نفس محمد بیده ما نقصت من مال امت من صدقه. قسم به آن ذاتی که میگه جان محمد در دست اوست، یگان چی کم نمیشه از مال امتان من هر وقت گناه یگان چی صدقه کنن. با اون خاطر الحمدلله که بابا جان در خدمت است، کمک خود را میرسونه، جسمانی یعنی فینانسی و هر چیزی که است الحمدلله میرسونه. با اون خاطر دوستان عزیز عظمتون خواهش ویدیو را با دیگران برسونید تا اینکه دیگران هم ببینن، شوقمند شوند. الحمدلله از باره که محکم کردن. با اون خاطر یعنی مادری که میبینین فکر کنین که الله قادره، میتونه که در جای این مادر مبدل بگردانه مادرای ما رو بکنه. با اون خاطر الحمدلله شکرگزار هستیم که در این حالت یگان کس ما و شما قرار نداریم. با اون خاطر دعاگو باشین که الله همه بیمارا را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. از تمام بلاها و آفتها همه ما و شما را نگهبان باشه. و ان شاء الله که سخن با کی بابا جان میتیم، با کی بابا جان یگان چی گفتنی باشه. خوب رحمت خواجه جان. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، الحمدلله که ما در تاجیکستان بودیم، وقتی به ما مراجعت کردن ویدیو را یک خواهر روان کرد، همین مادر ما حرکت کردیم. الله شاهده ساعت 1 شب که 2 شب بود ما رفتیم در همون شهر قرغان. از پیش دیدیم که کسل قند داره و درد الهیه گرفتن پوهای مادر هر چه کالته کردن. بعدی و فرزندش که مقصد باید نگهبینش داره کهلنش به 3 فرزند برمد برفت و خاطر گفت که هم کامپیوتر خودت کسلی هم دیگه اینای کی کسلی ای بچه او فرزندش بچهش هر دیگر دوهاش خوک شدگن و هم خاطر همون فرزند الله شاهده که همون فرزند یک گراشوک هسته در اونجا بخشش زیاد گراشوک هسته که مادر خودش گراشوک میگیره، مادر خودش میبره میبیوره. خونه هاشون در همون ویدیو پیشکی هست اونجا ان شاء الله سیلکش بود تا ویدیو میمونم. مقصد بدره ببینی همون خونه و درش و همش ریختگی یگون چی نداشتن. الحمدلله که با روزگی پروردگار و دستگیری شما دوستان عزیز همین مادرمو 26,000 سومانی و سومیت رسی ممکنی است 80 یا 70 هزار رسی میشه جمع گیر شد. الحمدلله ما حرکت کردیم روان کردن مقصد خواهرشو ان شاء الله در کارت هم خوشم بود. و هم خاطر من چی گفتنیم دوستان عزیز، در هر جایی که باشه به خاطر الله به خاطر روز قیامت خیر فراموش نکنی ان شاء الله. چون قاری گفت ان شاء الله از مال شما هیچ چیز کم نمیشه. دیده که مادری که هر دو پاش نبوده مقصد با کمر نداشت، هیزم نداشت، هیچ نداشت ان شاء الله اینا کمرش هم میگیره سلامتی توبه چکی. با هم روز ما رفتیم دینش پاش بری دادن یک سغونکش بر او سغونی پورم شکست دادن سبحان الله. پورا ای پوها خون میرفت. نه که هم مادرم حرکت کردیم شنوندیم با یک عذاب و ویدیو کردیم تو با شما را نشون دادیم دوستان عزیز. پوها را نشون دادن نمیشه، جای بریدگی و خون نشون دادن نمیشه در یوتیوب به خاطر که یوتیوب دلیل میکنه ویدیو را. با اون خاطر حرکت کنی همه وقت چی بودن در کارو خیر پیش دست باشه. خداوند نگهبان تو باشه، خداوند خیر هر یک قدم قبول کنه. خورجان بله، حد اقل که اگر که یعنی یاردم کردم نمیتونین، حد اقل دست به دعا باشین، دعا کنین. دعای مؤمن برای مؤمن اجابت است. از سبب از آنی که مثال که بسیاری مردم حتی چی کار امر خیرم نکنی، حتی تلاوت قرآن، حتی نزدیک عبرم را مثال در حقشان داره، چی کاری هم نکنی مردم ماشاءالله خدا نگهبانشون باشه میگنه. و هم خاطر حد اقل حرکت کنین، کوشش کنین، دستگیری کنین. خداوند میگه و تعاونوا علی البر والتقوى، شما در کار خیر همدیگه را دستگیری کنین.
حداقل دستگیری کردن نمیتونه، یعنی پول پرداختن نمیتونه، حداقل دست به دعا بکنیم که خدایا این مادر که این برادری که نپایی این خواهر هر کسی که باشه بیمار است محتاج است، دعا کنیم که الله شفای کامل عاجلش عطا بفرما. یا اینکه کمبودی داره خدایا کمبودیش بود که به فرزند است خدایا براش فرزند عطا بفرما. ملک مال نداره الله کمبودیش ملک مالش براش عطا بفرما. یعنی حد اقل یعنی دست به دعا کنیم. دعا به پول خدا چی میگه؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما به شما میگه از رگ گردن در قریب هستم. هر چیزی که میخواین، هر مشکلی دارین، از الله سبحانه و تعالی طلب بکنین. الله چی میگه؟ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. هر وقت که بندگانی من از من سوال بکنن، من به اونها قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ما اجابت میگردانم دعا اینها را هر وقت که اونها از من طلب بکنن. با همون خاطر انشاءالله ما چیکار میکنیم؟ مؤمن و مسلمان هستیم، یقین باور داریم به الله، توکل منو میکنیم. چیکار میکنیم؟ الله میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که توکلش به الله میکنه، هر مؤمنی حقیقی که است که به الله باور داره و توکلش به الله میکنه، برای او بسنده هست. و در دیگه آیات قرآن ذکر میشه که و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بدرسی که به الله توکلشون میکنن مؤمن های حقیقی. در راه میبریم، یعنی سفر که ما میریم فقط توکل منو به الله میکنیم، توکل به الله میکنیم و شروع میکنیم، الله خودش میرسونه، الله میبینه هر یک ما و شما را. چخیلی که رسول حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم ان تعبد الله کانک تراه فلکم تراه فانه یراک. عبادت که چنون پروردگاره که همچنین که تو را میبینی، اگر که نبینی یقین است که الله سبحانه و تعالی تو را میبینه. با هم خودت دوستان عزیز ان شاء الله که هر کجایی که نباشیم به ذکر یاد عبادت الله باشیم، الله همه مشکلات را حل میکنه. در دیگه آیات قرآن ذکر میشه که و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که پرهیزکاری میکنه، هر انسانی که تقوا را پیشوا میکنه، هر انسانی که با عبادت به ذکر یاد عبادت الله هست، اونها چیکار میکنن؟ از تمام مشکلات بیرون میشن. با همون خاطر دوستان عزیز حتی جن شیاطین نمیتونه، در ذکر میکنه در آیات قرآن که شیطان میگه من همه بندهات از راه میزنم الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندهایی که اونها همیشه با عبادت الله مشغول هستند، یعنی بندهایی هستن که صالح هستند، اونها رو میگه شیطان که من هیچ کار کردن نمیتونم. و در اینجا در آیات قرآن ذکر میشه که من یتق الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه الله او را از تمام مشکلات بیرون میکنه. با هم خاطر دوستان عزیز چی بیماری هر چی که هست فقط ما رجوع به سوی پروردگار کنیم، بازگشت به سوی پروردگار کنیم که چون الله میگه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسین از آن روزی که برمیگردین به سوی من. با هم خاطر دوستان عزیز در حق این مادر دعا کنید که خداوند فرزندش شفای کامل و عاجل عطا فرمایه که تو اینکه یعنی محتاج به یگان که ازش همون فرزند مادر خود را نگاه کنه و توبتی کنه و نیازمند نشوند و محتاج هر نوجوان مرد نشوند که مثال منت کنند. با هم خود دوستان از هر کاری کردین به خاطر الله کنین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه المنان لا يدخل الجنه ولو كان مع صلاه و صوما. منتگر یعنی بخیل منتگر داخل جنت نمیشه اگر چی شبان بروز با طاعت عبادت الله باشه، به ذکر عبادت الله باشه، منتگر داخل جنت نمیشه. با هم خاطر دوستان عزیز در امان الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فی امان الله.